سلام، شنبه شبتون به خیر و شادی. امشب میخوام به جای موشکافی موشفافی بکنم. آخه دیروز خرچنگ نظام اومد توی جمعه بازار و قبل از هر فک زدنی مجیز شفاف سازی ولی فقیهشو گفت. در رابطه با مسائل هسته‌ای راهنمودهای بسیار روشنگرانه مقام معظم رهبری رو دیروز همه شنیدیم و دیدیم. موضع نظام به صورت بسیار شفاف توسط ایشان بیان شد و خدا رو شاکریم که خدا زمام امر این امت رو به دست فقیهی این چنین قرار داده. حالا این شما و این یک نمونه از شفاف سازی علی گدا در همون سخنرانی کذایی. مسئله هسته‌ای سوال کردن میکنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هسته‌ای موضع نگرفته است. چه موضع گیری؟ اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف. تنها چیزی که تو حرفای این ولی فقیه قزمید نیست شفاف سازیه. میگه نه مخالفم نه موافق. آخه اینم شد شفاف سازی؟ آقا ما یه خط رو ندیدیم که این علی گدا مشخصا معین کنه. یک خط را آقا مشخصا معین کردن. اون خط اینه: توافقی مورد تأیید ملت هست که همه تحریم ها یک جا در روز توافق لغو بشه. حرفای مثل این که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه راستی آزمایی میکنیم، اینا همش دبه در آوردنه و به هیچ وجه مذاکره کنندگان ما زیر بار نخواهند رفت و این ملت بازی های امریکا رو شناخته و تن به اینها نخواهد داد. این خرچنگ امامه دار عمدن سوتی علی گدا رو دور میزنه و خودشو میزنه به کوچه سیدعلی چپ. حالا اصل سوتی چی بود؟ آها، اینجاست که موشکاف وارد موشفافی میشه. در همون روز توافق بایستی تحریم ها به طور کامل لغو بشود. این باید اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریم ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا اصلا مذاکره کردیم ما؟ اصلا مذاکره، نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چی بود اصلا؟ برای همین بود که تحریم ها برداشته بشه. چی شد؟ مگه تو نبودی که میگفتی نظامت گیر نیفتاده؟ مگه تو نبودی که میگفتی با دست بسته پشت میز مذاکره حاضر نشدی؟ مسئول آمریکایی همین چند روز قبل از این میگه که ایرانی ها گیر افتادند. ایرانی ها در قضایای هسته‌ای با دست بسته پشت میز مذاکره حاضر میشن. خب این خطای محاسباتی است. ایرانی ها گیر نیفتادن. اون تصور میکنه که ایران رو در سکنج گیر انداخته. میگه ایرانی ها پشتشون به دیوار رسیده است. نه آقا، اشتباه میکنید. شما هستید که دچار مشکلید. حالا یکی نیست به این ولی فقیه گیج بگه اگه دچار مشکل نیستی، اگه دستت به دیوار نرسیده، پس چرا میگی به خاطر تحریم رفتیم پای میز مذاکره؟ اگه سکنجی در کار نیست، پس اون بال زدنت واسه رفع تحریما چیه؟ خب یه لگد بزن زیر میز مذاکره تموم بشه بره دیگه. تله اتمی یعنی همین. موشکاف